7 روز لسر رواندنا هجمارک سرکردین انجمنان اجتماعی کرد لسوریه جالی چکدارن پیده و در باز دبن و تانها چارنویس آوان ندیاره. چکدارن پیده باز که پککل کردستان سوریه که راگهاندنا خود بردوام بحثا دموکراتی و آزادی و مافی جنیدکه جنا کوتانها لروجاوای کردستان مافنوی بن پیکرینه. افشش روزن فصل یوسف جگرا سروکن جمنان اجتماعی کرد لسوریه و هر یک جه محسن طاهر و امین حسام رواندنا و تانها چارنویس آوان ندیاره. ده روزانه هیوه مهیده. چکدارن پیده باز که پککل کردستان سوریه آواهیا اوفیسا ناوندیا انکسیل باجار قامش رو دور پیچ کرن. انجمنا که جبو مافی گل کرد لکردستان سوریه ده کنگرو جوین ناو دولتی ده بجدار دبه و بروانی دبر مافی کردان ده دکه و 13 سرکرده نوی گرتن و پیشتی 24 مجمیران ده هجوان سربس بردان و هین هر سی کس ناوبوری ده زندان نوی دنه. پشتی بویا ریجی انکسی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده تومد بارکر کو پیاده بوان کریاران رادبه به آرمانجا ترساندنا انکسی و جماورن وی تا کوژه پروژه نتوی یا کردی دور بکوه و جیانا سیاسی کردستان سوریه بداوی بینه. انکسی تکسکر کو کریارن تروریستن پیاده نشانه دروا سلوگان وی پارتیه و نشانه ترساوان جه پروژه انکسی و یا نتویه.